آیا در مورد قلعه نجارهای شهر کابل می و آیا می که در این بخش شهر کابل چیها پیدا می شود؟ قلعه نجاری کابل یا به عبارت قلعه نجارا در خیرخانه کابل یک ناحیه پرجمعیت و مشهور است که بیشتر از خانه‌های مسکونی و مراکز کوچک تجاری تشکیل شده است. این ناحیه به عنوان مرکز صنعتی یا نجاری شناخته نمی شود. قلعه نجارا در بخش مهم خیرخانه شهر کابل قرار دارد. چهارراهی قلعه نجارای شهر کابل منتهی به خشتوختیف کابل، هتل پروان، سرک میدان هوایی و حصه اول خیرخانه می شود. این محله یکی از مناطق پرجمعیت و پرتردد کابل است. خیرخانه به طور کلی شامل بخش‌های مختلف است و قلعه نجارها یکی از این بخش هاست که بیشتر شامل خانه‌های مسکونی و دکان‌های کوچک می شود. قلعه نجارا با دو چیز بسیار مشهور است: تیموریان، کلچه‌پزی تیموریان و شیریخ فروشی یا ماهی فروشی تیموریان. کلچه فروشی تیموریان کلچه با طعمی که در هیچ جای از کابل پیدا نمی شود و فقط یک نمایندگی دارد. همانطور آیسکریم، شیریخ، ماهی و جلبی تیموریان یکی از بهترین و مزه‌دارترین خوردنی هایی است که شما می توانید در قلعه نجارای شهر کابل پیدا بکنید. در پهلوی اینها در قلعه نجارای شهر کابل گل فروشی ها و گلسازی های زیاد نیز فعالیت دارد که برای گل زدن موترهای عروسی، سالن های عروسی و یونت های فیلمبرداری استفاده می شود. قلعه نجارا یکی از مناطق مشهور و محبوب خیرخانه کابل است. قیمت خانه ها نیز در اینجا بیشتر از دیگر مناطق کابل می باشد.